نقل کننده این داستان مرحوم آیت الله العظمای بهاءالدینی است، بنیانگذار حوزه علمیه قم مرحوم آیت الله العظما شیخ عبدالکریم حائری رضوان الله تعالی علیه بوده است. در زمان ایشان 3 مرجع و مجتهد مسلم در قم بودند که کمککار مرحوم حائری بودند: مرحوم آیت الله حجت، مرحوم آیت الله خنساری و مرحوم آیت الله سید اسماعیل صدر. مرحوم آیت الله حجت الان مدرسی هم دارد در قم به نام مدرسه حجتیه که قبر شریف ایشون هم در همان مدرسه هست. روزی مرحوم آیت الله شیخ عبدالکریم حائری به یکی از علمای بزرگ مأموریت داده است که برو منزل آیت الله حجت، آن هم در موقع خلوت که کسی پیش آقای حجت نباشد، نزد ایشان زانو بزن، ادب را رعایت کن، از طرف بنده به ایشان سلام برسان، به این پیام من را به مرحوم حجت برسان. ببین شیوه بزرگان ما با هم چگونه بوده است. فرمود به او بگو شیخ عبدالکریم در بس در خدمت شما هست و در اختیار شما هست و هر کاری داشتی بفرما تا من شیخ عبدالکریم انجام بدهم. اما جواب مرحوم آیت الله حجت به این آقایی که واسطه بود فرمود سلام مرا به آیت الله العظما حائری برسان و از ایشان تشکر بکن، ولی بگو حجت به کریم خیلی احتیاج دارد ولی به عبدالکریم احتیاج ندارد و حجت تا زمانی که خدای کریم را دارد به عبدالکریم احتیاج ندارد. یعنی بنده باید توکل بر خدای کریم کند، تکیه بر بنده نکند.